سلام. شما که دارید این ویدیو رو میبینید به احتمال خیلی زیاد به زبان آر و برنامه آر استودیو علاقه دارید. اگه این نرم افزار رو روی سیستم خودتون نصب دارید این ویدیو رو متوقف کنید و به سایر آموزش ها که در کانال ما وجود داره بپردازید. اما اگه این نرم افزار رو هنوز روی سیستم خودتون نصب نکردید بهتون توصیه میکنم که ادامه این ویدیو رو ببینید، چون میخوایم دقیق توضیح بدیم که این نرم افزار رو چطور باید نصب کنید. خب برای اولین کار مطمئن بشید که سیستم شما به اینترنت وصله که برای من وصل هست. اینجا من میرم سراغ کمپانی که نرم افزار آر استودیو رو تولید کرده، کمپانی posit.co. از این آدرس شما میتونید وارد شید. تو قسمت پروداکت محصولات این کمپانی رو میبینیم که مد نظر ما آر استودیو IDE هستش. اینجا یه سری توضیحات رو راجع به این نرم افزار داریم که ازش میگذریم. این برنامه دو تا نسخه داره، نسخه حرفه‌ای که شما باید براش هزینه بپرداخت کنید و این نسخه رایگان و اوپن سورس که مد نظر ما هستش و این رو از اینجا دانلود میکنید. خب میریم تو قسمت دانلود آر استودیو. اینجا دو تا مرحله رو به ما پیشنهاد میده و ما بر اساس این دو تا مرحله باید پیش بریم. اولی دانلود and install R. کلیک میکنید، وارد سایت خود R میشیم و اینجا میتونیم نسخه های مختلف نرم افزار R رو ببینیم. اگر سیستم عامل شما لینوکس یا مک یا ویندوز به تناسب اون انتخاب کنید که به احتمال خیلی زیاد سیستم عامل شما ویندوز هستش. با کلیک روی این و دانلود R برای ویندوز، دانلود نرم افزار شروع میشه. خب برمیگردیم به سایت پوزیت و اینجا منتظر میمونیم که این دانلود انجام میشه. تا اینکه این دانلود تموم میشه توضیح بدم که آر استودیو یک نرم افزار یا یک محیط توسعه یک پارچه است که بهش میگن IDE Integrated Development Environment. یک در واقع رابط بین نرم افزار آر و ما هست. نرم افزار آر خودش یک محیط خشک صرفاً بر پایه متن و شما باید کد وارد کنید. برای یه ذره از این خشک بودن فاصله بگیریم و انعطاف بیشتری داشته باشیم باید بیایم سراغ یک مترجم که این مغز متفکر آر رو به ما وصل کنه. به این مترجم و به این رابط میگن IDE که همین نرم افزار آر استودیو هست. بنابراین زبان برنامه‌نویسی آر خودش مبتنی بر این نرم افزار آره که این نرم افزار آر یک مترجم داره به نام آر استودیو. خب نرم افزار آر رو دانلود کردیم، حالا میریم سراغ دانلود نرم افزار آر استودیو. 26 مگابایت و در حال دانلود. خب هر دو تا فایل من دانلود شد. اول از همه فایل نرم افزار آر رو رام میکنم. اینجا از من یک تاییدیه میخواد که تایید میکنم. میخوام نرم افزارم رو نصب کنم. زبان رو باید انتخاب کنم که انگلیسی رو انتخاب میکنم. اینجا باید یه سری موارد رو تایید کنم و مسیر نصب نرم افزار رو هم مشخص کنم که من دیفالت خودش رو قرار میدم. نکست. اینجا هم باید یه سری تنظیمات رو براش مشخص کنیم که باز من دیفالتش رو قرار میدم. نکست. ازش میخوام که یک شورتکات هم برای من ایجاد کنه و نرم افزار شروع به نصب شدن کنه. با این توضیح بهتون بدم که نرم افزار آر بر پایه اسکریپت و شما میتونید با کد زدن تحلیل‌های آماری خیلی زیادی رو با استفاده از این نرم افزار انجام بدید و دیگه از اون محیط‌های بسته تحلیل‌های آماری مثل نرم افزار SPSS یا مابقی آنها راحت بشه. خب نرم افزار آر نصب شد. فینیش.
خب بعد اینکه نرم افزار آر نصب شد میریم سراغ نصب نرم افزار آر استودیو. راست کلیک میکنم، اوپن فایل، یک تاییدیه ازم میگیره و بهم خوش آمد میگه. خوش آمدشو میپذیرم. مرحله بعد بهم میگه که میخواد نرم افزار رو توی مسیر نصب کنه، ازش قبول میکنم. بعدش میخوام که نرم افزار نصب شه. تا زمانی که نرم افزار نصب میشه باید بهتون بگم که توی دنیای امروزی روابط بین افراد عمدتاً بر پایه تامین منافع، یعنی من که الان دارم به شما چیزی رو یاد میدم و یه نفعی رو به شما میرسونم، همینطور توقع دارم که شما هم به من نفع برسونید و منافع منو تامین کنید، یعنی اینکه به من پرداخت هزینه رو داشته باشید. خب خوشبختانه الان قرار نیست شما هزینه رو پرداخت کنید، فقط کافیه که کانال ما رو سابسکرایب کنید، عضو کانال ما بشید، لایک کنید، کامنت بذارید و کانال ما رو دنبال کنید که هم منافع ما تامین بشه و همین که شما بتونید از آموزش‌های بیشتر استفاده کنید. خب نرم افزار آر استودیوی ما هم نصب شد به همین سادگی. از این قسمت میتونم نرم افزار رو پیدا کنم که این نرم افزار آر هستش. اون رو باز میکنم، میبینیم که نرم افزار آر بالا اومد و یه سری پیام ها به من داده و توضیحات و یه سری امکانات هم اینجا. همونطور که میبینید نرم افزار خیلی محیط ساده ای رو داره که من اصلا دوستش ندارم. این نرم افزار رو میبندم، میرم سراغ مترجم خود نرم افزار آر استودیو که اینجا نصب شده، اون رو باز میکنم. خیلی هم عالی، خیلی قشنگتر، خیلی امکانات بیشتر. خیلی خوب، شما تونستید یاد بگیرید که چطوری میتونید نرم افزار آر و آر استودیو رو روی سیستم خودتون نصب کنید. الان از طریق این پنجره میتونید کارهای خارق‌العاده‌ای با این نرم افزار انجام بدید و تحلیل‌های آماری که مد نظرتون هست رو به هر طریقی که دوست دارید انجام بدید. اگه میخواید که یاد بگیرید چطور با این نرم افزار کار کنید، بهتون توصیه میکنم که قسمت‌های بعدی آموزش ما رو حتما دنبال